با درود خدمت شما، من شهریار توکلی هستم، مدیر وبسایت ترنگل. با مجموعه آموزش‌های جمله در خدمت شما هستیم. تصمیم گرفتیم که در شروع وبسایتمون یک سری از آموزش‌های جامع جمله رو قرار بدیم و بعداً هم به سمت افزونه‌نویسی و طراحی قالب مراجعه بکنیم. خب جمله سیستم مدل محتوا هست که خیلیاتون میدونید دقیقاً چیه و نمیخوایم مثلا رو توضیح بدیم از کجا اومده و داره چیکار میکنه. ما به عنوان یک بیس و یک پایه به اون نگاه میکنیم، نه از سر تعصب و یه سیستم کامل که بخوایم یک سایت کامل روش بالا بیاریم، بلکه بیشتر به عنوان یک اسکریپت بزرگی که چندین سال زحمت کشیده شده و به وسیله برنامه‌نویس‌های مختلفی اون رو درست کردن و اون رو به صورت رایگان منتشر کردن. پس ما جمله رو یک هسته رایگان فقط نمیبینیم، بلکه اون رو به عنوان یک پایه که باید توسعه داده بشه در آینده اون رو تلقی میکنیم. خب برای نصب جمله شما نیاز دارید که یک لوکال هاستی روی سیستمتون نصب بکنید. از جمله میتونید ممپ یا اگزمپ یا به قول معروف که اپ‌های دیگه‌ای که حالا روی سیستماتون چه مکینتاش چه لینوکس یا ویندوز بیارید بالا و همشون با هم دیگه تفاوت آنچنانی ندارن. مثلا داخل یه سری از لوکال هاستا فولدری که ما با اون زیاد کار داریم به نام www هست، insert w، و برخی از لوکال هاستا که مثل لوکال هاستی که من دارم پوشه‌ای که نامش هستش که باش زیاد کار داریم htdoc هست. خب ما اول به وبسایت joomla.org مراجعه میکنیم. بعد از اینکه وارد این وبسایت شدیم میتونیم در قسمت دانلود یه نسخه کاملی از جمله رو با کلیک روی دکمه آبی رنگش دانلود بکنیم که از قبل من اون رو دانلود کردم. خب من میام توی پوشه لوکال هاستم که لوکال هاست من پوشش دقیقاً اینجاست، اگزمپ. یا میتونم از این مسیر برم یا مسیری که شورتکات گذاشته اینجا به نام htdoc. خب من از قبل این فایل جمله‌ای رو که دانلود کردم رو آوردم اینجا و الان میخوام اون رو از زیپ در بیارم. همونطور که میبینی از زیپ در اومده و رفته داخل یک فولدر که من اون رو به نام کلاس J قرار میدم تا اون رو نصب بکنم. خب کارهایی که اینجا یا لینوکس دارن یا مکینتاش دارن یه سری باید اشاره بکنن به برخی از فایل های مربوط به سطوح دسترسی. خب من از قبل یه سری از کدهایی رو که توی ترمینال باید بزنید که دسترسی مناسب به این فایل های جملاتون بدین رو آماده کردم و اونها رو توی فایل نوتم قرار دادم. خب همونطور میبینید دو سه خطی ازش که الان با هم دیگه میزنیم و به سمت نصب جمله میریم. خب صفحه ترمینال بالا بیارید یا میتونید توی ترمینال به این صورت سرچ بکنید یا ترمینال مثل شورتکات داخل سیستمتون قرار بدید. خب میخوایم بریم توی مسیری که جمله نصبه، با اینجا کلیک میکنیم. خب اولین خط رو قرار میدیم. این خط به این فایل میگه که شما باید تمام سطوح دسترسی رو 777 بکنید. خب یه خورده زمانی رو طول میکشه تا تمام فایل ها رو پرینت بکنه و اونها رو سطوح دسترسی مناسب بده. خط بعدی هم کپی میکنیم. حالا اگر فکر بکنم شاید اطلاعات قبلی داشته باشید، جمله معمولا روی مکینتاش یا لینوکس نصب میشه با گروه کاربری دایمون بالا میاد و شما میتونید با این خط به اون سطوح دسترسی دایمون هم بدید. با این کار شما الان سطوح دسترسی های خوبی رو روی جملاتون باز کردید
تا بتونید تمام امکاناتی که نیاز دارید رو روش فراخوانی کنید و به اروری بر نخورید. البته زمانی که میخواید روی هاست برید دوباره باید خیلی از این دسترسی ها درست بشه. من چند تا دسترسی دیگه هم میدم. این مشکل کاربران روی مک رو کلا حل میکنه که بتونن از بیرون از اینترنت هم بیرون از لوکال هاست هم، از اینترنت هم بتونن به لوکال هاستشون وصل بشن و یه فراخوانی مناسبی رو از نصب برخی از افزونه‌ها داشته باشن. خب الان مشکل ما به صورت کامل حل شده. الان مرحله نصب جمله میریم. توجهش باشه حتما باید صفحه لوکال هاستتون دو گزینه MySQL دیتابیس و آپاچی وب سرور ران شده باشه و این گزینه بدون هیچ تداخلی روی سیستمتون بالا بیاد. MySQL دیتابیس همون بانک اطلاعاتی شماست که اطلاعاتی که از داخل جمله یا هر اطلاعاتی که میخواید توی بانکی قرار بدید میتونید از این نوع بانک استفاده بکنید و معمولا روی لوکال هاست ها نصبه. و آپاچی وب سرور هم همون وب سروری هست که مجازی سازی خواهد بود برای اینکه شما بتونید بدون نیاز به اینترنت سایت خودتون رو بالا بیارید. خب خیلی از شما باید بنویسید لوکال هاست و اسم اون پوشه‌ای که گذاشتین. بعضی از شما هم میتونید روی با آی پی سایت رو بالا بیارید. این بستگی به شما داره و سیستمتون که چطور تنظیم کرده باشید. دقیقاً این کلاس جی همون فولدری هست که ما اون رو ساختیم و هیچ کار دیگه ای نکردیم و خودش به محله اینستالر جمله هدایت میشه. برای سادگی کار از قبل خیلی ها اومدن و جمله رو به زبانهای مختلف دنیا ترجمه کردن و شما میتونید از اون استفاده بکنید. خب یه نام سایت رو قرار میدیم کلاس آموزشی ترنگل. یه ایمیلی هم قرار میدیم و نام کاربری همین نام کاربری ساده انتخاب بکنید. ادمین میذارم، پسوردم 1 2 3 4 5 6 چون سیستم فقط سیستم خودتونه و کسی دستی بهش نداره. به مرحله بعدی میریم. خب اینجا از شما چند تا اطلاعات میخواد. MySQL همون MySQL که دیگه توسعه پیدا نکرد و یه آی بهش اضافه شد که بهینه‌تر شده و خیلی از امکانات داخل اون قرار گرفته. شما میتونید از MySQL استفاده کنید یا میتونید از MySQL PDO استفاده بکنید. مبحث PDO و MySQL خیلی فراتر از این کلاس هست. فقط در همین صحبت بکنیم که MySQL فقط با MySQL در ارتباط هست و PDO میتونه به چندین دیتابیس دیگه هم برای بعدنتون انتقال بدید و مشکلی توی چنج کردن دیتابیس نداشته باشه. این بیشتر برای برنامه‌نویسایی هستش که در آینده میخوان به سمت دیتابیس های جدیدتری برن. خب ما از MySQL استفاده میکنیم و نام کاربری باید اینجا قرار بدید روت و پسورد نیاز نیست. البته برخی از لوکال هاست‌ها نیاز به پسورد دارن که شما دوباره پسورد میزنید روت. نام پایگاه داده که همون اسم دیتابیس یا جایی هست که جداولتون داخلش میره. شما بدونید که متصل بشید به phpMyAdmin که در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. میتونید خیلی ساده اسمی که میخواین رو بذارید. من مثلا جی رو قرار میدم، ادامه رو میزنم و به مرحله آخر میرسیم. توی مرحله به شما پیشنهاد میکنه که اطلاعات نمونه رو نصب بکنید. اطلاعات نمونه اطلاعاتی هستند که وقتی کسی که جمله رو پکیج کرده برای نصب اون اطلاعات رو قرار میدید. اون اطلاعات تستی هستن که شما متوجه این امر بشید که جمله این سری قابلیت‌ها و این سری امکانات داره. متاسفانه برای افراد آماتور برای بالا آوردن سایتی که میخوان اون سایت رو از نظر سئو و بهینه‌سازی برای گوگل یا جستجوگرای دیگه آماده بکنن، این گزینه رو تیک میزنن و مرحله بعدی میرن و چون نمیتونن کنترل کاملی روی سایتشون داشته باشن به علت دانش کم، خیلی از اون اطلاعات و لینک ها باقی میمونه و یه ضرر کوچیکی رو به وبسایت میزنه که ما برای که چون جمله رو از اول داریم آموزش میدیم نیاز به اطلاعات نمونه نداریم و روی گزینه هیچ کدام میزنیم. باقی موارد که اطلاعات چک کردن جمله هست که روی لوکال هاستتون باید به چه صورت باشه که ما از حاشیه‌ها به دور خواهیم بود در این آموزش ها و بیشتر دوست داریم که آموزش کاربردی باشه. نیاز به دیدن اونها نیست
و محل آخر که نصب هست. اینجا یک گزینه میمونه که شما باید اون رو انجام بدید و این آموزش تمام میشه. یک فایلی هست به نام فایل اینستالیشن. این همون فایلی هستش که شما به واسطه اون جمله رو به راحتی با چند مرحله به صورت گرافیکی نصب کردید. برای که هر دفعه سایتتون بالا میاد این پوشه بالا نیاد و یا هکرها و افرادی که خرابکار هستن به اون دسترسی پیدا نکنن، شما باید این پوشه رو یا به صورت دستی حذف کنید یا از همینجا روی اون کلیک بکنید. اگر اینجا به صورت دستی حذف شد که خب اگر به صورت اتوماتیک حذف شد که مشکلی نخواهید داشت. اگر حذف نشد شما باید به سمت فایل هاتون برید و اون رو به صورت دستی حذف بکنید. خب اینجا دو تا قسمت میاد، یک سایت و یک بخش مدیریت. همونطور میبینید سایتتون شده 127 یا لوکال هاست کلاس جی و بخش مدیریتتون شده قسمت ادمینستراتور. این بخش اول آموزش ما بوده. امیدوارم که لذت کافی رو نسبت به این آموزش برده باشید.